دونالد ترامپ президенти ийолоти муттаҳида дар бораи 6 ҳафтаи кораш дар Конгресс суҳбат кард. ӯ ки бори дуюм президенти Амрико шудааст, дар як муддати кӯтоҳ қарорҳои зиёдеро имзо намуд. мо дар 43 рӯз ба корҳои даст ёфтем ки раҳбарони дигар дар 4 ё 8 сол анҷом медоданд. ин оғози кор аст. ترامپ که وعده قطع جنگ در اوکراین را داده است، گفت که مسکو و کیف برای مذاکره صلح آماده اند. صبح امروز من نامه مهمی از پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی از اوکراین گرفتم. در نامه آمده است اوکراین برای رسیدن به صلح پایدار آماده است. هر چه زودتر به سر میز مذاکره بنشیند. از اوکراینی ها دیده کسی دیگر تشنه صلح نیست. او گفته است من و تیمم آماده ایم که زیر رهبری قوی پرزیدنت ترامپ برای رسیدن به صلح پایدار کار کنیم. دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی روز 28 فوریه در کاخ سفید بحث تند کرده به سازش نرسیده بودند. یک سیاستشناس میگوید ترامپ با اقتباس از زلنسکی نشان داد که کینه نگرفته است. There was no call for Zelensky to resign. There was no دعوت به استعفای زلنسکی صدا نداد. ذکر نشد که اوکراین از یاری‌های ایالات متحده آمریکا سپاسگزار نیست. حرف‌های زلنسکی را عیناً به زبان آورد. این جنبه خوب بود و نشان میداد که راه حل هنوز وجود دارد. از سوی دیگر درباره قطع کمک‌های نظامی از جمله بخشی که در لهستان درماندند چیزی نشنیدیم. درباره از کدام اصول از عملکردهای پوتین جلوگیری می شود نیز چیزی نشنیدیم. ترامپ از کارهایش درباره منع و اخراج مهاجران، صرفه‌جویی پول بودجه و جاری کردن تعرفه ها به مال و محصولات خارجی گفت. فکر نمی کنم که از پرخاشگری و خشمالودی زیادی او کسی حیران شده باشد. به فکر من این پرزیدنتی است که خود را آزاد حس می کند. بعضی از وکیلان دموکرات به سخنرانی دونالد ترامپ اعتراض کردند. یکی را از تالار پیش کردند و چند اختیاری از مراسم سخنرانی ترامپ بیرون شدند.